سلام دوستان، اینک دیر باز با هم وام نخوردیم، تخمین یک هفته و دوام این هفته البته ما از پی لایه های نو، از پی ایده های نو بودیم و امروز خواستیم یک مقایسه یعنی مصلحت های گذرانده باشیم که چون بعضا مصلحت میشد که برای مثال تلفن رو آیا شبانه وقتی خواب ضرر موندن ممکن یا نه، یا اینکه کابلی یک شرکت به دیگر شرکت ضرر دهیم چی می شود، برای چی بعضی ها این را ممکن نمیگن، بعضی ها هم میگن و امروز خواستیم به همه این گویم اصلی و روایت بودن آن تا حد امکان جواب یافته باشیم. رفتیم دوستان. پیش از تلفن رو تمام شب به ضرر موندن ممکن نیست. روایت: تلفن های کهنه را در اصل تمام شد. چارجی نظر به 3G معلومات را تیز میگیرد و بطری تلفن را استعمال میکند چون 5G. خب این بود اندک صحبت ما آیدی اصلیت یا روایتی. دلیل ها البته اساس از شما وابسته است، میتوانید استفاده برید، در کامنت ها نویسید، ما انتظار جواب های شما. قرار کار دوستان.